با صدای من همین 1 2 3 سلام مخصوص گفته میخوام این سری اینجوری این سری میخوام اینجوری خاصی شروع کنم. برو این آقا الان شوخی داریم اگه با سلام من نمیخوام سلام میخوای بشورمت بذارمت زمین. آره زحمت شروع نسبت اون به آقای این به علی بنده نه درست چقدر خوب شد. همشون زندانن الان. همشون زندانن. اون دوتا هم که کانادا. آقا ما رو دنبال قدیمیه پتو پلنگی مثلا روشون بازدار این چنل ما باید همیشه حتی هم فوتبال ما آخه درآمد نداریم. ما تازه درآمد نداریم. به بقیه هم تو الان بهتر از اینه که با هم دعوا من به نظرم روش سینا بریم. آفرین. ما مثلا این گفت راگبی دوم میشه ما شد. Oh yeah, black dogs. Oh yeah, black dogs. شما لج کردی. خسته هم بودی من احساس میکنم. نشد که صبح تا شب داریم کار میکنم خسته میگه طبیعیه دیگه من میفهمم. بذار یه توتر الله پر نکن. بابامون باش. نه هنوز دارم با هم دعوا. روزی چند ساعت کار میکنی؟ ببین هفته ای مثلا 80 ساعت یعنی تقریبا روزی 10-11 ساعت کار میکنی. آره یه چیزی الان زیاد خیلی زیاد. فوتبالیستا زیاد پول نمیدونم. تمیتر هم کنستی بگی نه من من بودم واقعا نتونستم ساعت بودم و تو فکر بودم. فوتبالیستا زیاد در نمیارن. یعنی چی فوتبال زیاد در نمیارن جدی؟ اصلا جوابای امیرحسینو من واقعا نمیفهمم. یعنی چیز اصلا هیچ ربطی به هیچ چیزی نداره. مثلا الان یه دروازه‌بان مثلا 90 میلیارد گرفت. مثلا پارسال یا پیارسال دروازه‌بان سوم استقلال 12 میلیارد گرفت. شاید جالب باشه جزء بحثای کامراسین توش خیلی عمیقه. دروازه‌بان سوم یعنی اول نه دوم نه. اگر اولی معلوم شه دومی مصدوم شه سومی معدوم شه مثلا 12 میلیارد. اگر تازه توی اون 18 تا باشه. اگر باشه 12 200 مثلا برای یه فرد. بعد یه سوالی بعد که خواستم فسخ کنن اون موقع تازه آمارش اومد بیرون که اصلا کسی هم نمیدونست این 12 میلیارده. مثلا فصل قبلش 800 میلیون بوده یهو فصل بعد شد 12 هم واقعا نمیاد. نه یه سوالی فوتبالیستای ما چقدر تمرین میکنن؟ اینو من ببین مثلا 4-5 سال پیش من 2 تا بازیکن حالا اسنی دارم. تو بگو ما روش بوق میذاریم. آقای طارمی و آقای مسلمان. ما خواهش میکنیم اینجا بوق نذاره تدوینگرمون. عکسش اینجا ببینید. آقای طارمی و آقای مسلمان. خب میگم 4-5 سال پیش اون تایمی که تو پرسپولیس بودن ساعت 11 شب من اندرز بودیدمشون داشتن که بستنی می‌خوردن با نی 11 شب زندگی بعد تو اوج فوتبالشون بود تو پرسپولیسا. نمیدونم چیزا آمار قهوه خونه ها اونا که دیگه به کنار. آقا یه ببخشید میدونم می‌خواستی یه چیزی بگی ولی من یه پریدم وسط حرفت. من میبخشی حالا قربونت تو خسته خیلی کار ما 80 ساعت کار می‌کنم. اصلا تقصیر نداره ماهی 320 ساعت سالش میکنه. طرف فوتبال برتر اومد گفتش که ما به بازیکنمون 35 میلیارد پیشنهاد دادیم بعد سپاهان اومد اون 35 میلیارد رو کرد 70 میلیارد و بازیکنی که ما می‌خواستیم بگیریمش رفت. این پول اصلا باشگاه مگه پول در میاد. آها من همینو می‌خواستم بگم. داشتیم صحبت می‌کردیم فهمیدم چرا اصلا نباید به این بحث فکر کنیم. حتی ورود که هیچی. ببین شما یکی آقای عادل فردوسی پور دقیقاً این سوالات ذهنشون بود راجع به این مسائل و عدد ارقام صحبت می‌کرد دیگه ممنون کار شد.
شاید آقا برای فوتبالیستامون نمیارزه. نه اصلا فوتبالمون نمیارزه. یعنی به نظر من ما سرمایه‌گذاری رو آره منطقی نیست. یه رشته‌های دیگه بزنن. اصلا ما تو صخره‌نوردی. خب مثلا یه سوال من مثلا آره. شما میگی که اصلا خب به قولش یه جای داستان شما گفتی که اینا درآمدشون پر کجاست؟ من نگفتم فوتبالیست روشن همون آفرین الان بگو. یعنی با تمام وجود آقا ما این بخش یه ذره تمرین کردیم راستش رو بخوایم مثلا ولی قرار طبیعی پیش بریم که بشه عالی بود. حالا کجاست؟ چی کجا؟ درآمد. نه یعنی شما میگی سوالتو بهتر بگو. من نمیتونم بگم. من گفتم ورود نباشه. سوال رو شما از من پرسیدی. بپرس درآمد باشگاه ما الان مثلا رفتن آسیا. الان پرسپولیس فینال رفت دوم چقدر گرفت؟ 2 میلیون دلار. خب بعد مثلا یه بازیکن میارن 4 میلیون دلار قراردادشه. درآمد این باشگاه از کجاست؟ نه به نظر من خودشی میکنه. به نظر ورود نمیتونیم بکنیم. انقدر راحت نمیتونیم. من ورود میکنم. بار حقوقی داره. هر حرفی که شما میزنی بار من فقط چیش هستم. آقا فوتبالیستمون نمیارزه. ببین به نظرم هر کی بر اساس ارزشی که ایجاد میکنه یه پولی در بیاره. خب ارزش افزوده. آفرین دیگه. مثلا میگه آقا چند فلانی اینقدر میگیره یه فایده‌ای داشته. مثلا محسن ترونده 20 میلیارد میگیره میارزه. تهرانو خلوت میکنه. سرگرم سرعت میکنه. بازی پرسپولیس استقلال هم خیابونه خلوت. خب یه بازی الان چند شبه اطلاعات فوتبالی این قضیه داشته باش. اون بازی چقدر ازش واسه پایتر. خیلی کل پایتر. به خدا الان اونجوری هم نیست. به نظر من اونجوری نیست. شما چند بازی پرسپولیس تراکتور رو دیدی همه رو؟ من دیدم. دربی‌ها رو اصلا خدایی من همه رو شور و شوقی که قدیم داشت من داری واسه پایتر قطعا. نه من خیلی بیشتر شروع ندارم. برای فرهنگ سازی می‌کنه پایتر. چه فوتبالی؟ بگم باز چیزی بزنتون میرسه بگم؟ نه خدایی که درک کنه یکی که خانواده‌اش پسش نمیزنن. بعد دوم مثلا میگه چه خوشگل شدی. نه آقا این که اینا یه بچه رو به فرزندی قبول کردن خودش خیلی فرقه. اصلا من نمیفهمم اصلا درآمد فوتبالیستا به ما چه ربطی داره؟ تنها ربطش به خط قرمز هم مثالیه که زد. آقا پول بگیری بابت کاری که نمی‌کنی. خط قرمز من امارات اون وایس به ایران و فکر کنم چیز جام ملت‌ها بود دیگه تو امارات بود. همونه جام ملت‌ها کثافتی که پشتشه به نظر من کثافت ظاهرش هم نمی‌فهمم. من یه چیزی آخه خیلی باشه جدی دارم کارما خدا نه اون که اطلاع خدا نکنه حق نشسته جای حق خدا نکنه اعتقاد داری خدا نکنه یه نفر بی‌دلیل پول داشت قطعا یه هیولات هست. آفرین. ببین تازه من اینم قبول ندارم. ببین یه سری گفتی آفرین اما تشویقم کرده که تازه نظرمو راحت بگم. نه ولی خیلی یارو من میشناسم طرف با تلاش هم پولدار شده ولی جنبه پول نداره. اون که آره ولی میگم بدون تلاش دیگه قطعا یه هیولات هست. یه آدمی که هیچ آدمی با وقاحت که هیچ خط قرمز اصلا ما ضرب المثل داریم میگن خدا خر میشناختش دوم نداره. شاخ چون به خر دوم داده بس خر خیلی نمیشناخت اگه دارم مثلش خدا خرشو میشناخته شاخ اون دوم به تله نداره چون خر دوم داره دیگه. دوم داره خودش که نداره خدا داده دیگه. خب آقا ببین من حالا میدونستی پر درآمدترین ورزش تو دنیا چیه؟ تو هم نمیدونی چون تو ورزشکار نه ورزش هم میدونی. من گفتم ما هیچ کاری نکردیم. نه همه چی چیزی که فکر می‌کنی همونه فوتباله. حالا دو جالبه. فوتبال نیست آقا پردر. چرا؟ حالا نمیدونم کجا سرچی مثلا نینی سایت رفته. نه نینی سایت نه خیلی فایده نداره. آره کامنت برام نذارید. لایک هم نکنید، سابسکرایب هم نکنید. اگرم کردید اینا رو من دیدم یکی دو نفرم فالو کرده بودن. یکی سینا با من دومی نمیدونم. من بودم. فالو یعنی چی؟ دنبال کردم. دنبال کردم. سابسکرایب چرا یه نفر سابسکرایب می‌کنه؟ دنبال مرسی. سابسکرایب. آقا ما رو دنبال کن. زنگوله را به صدا در نیاورید. برای ما نظرات نگذارید. حالا دومی ورزش میشه چیه؟ فارسی. دومی ورزش میشه چیه؟ زو بس راگبی. من اجازه دارم. راگبی چه درآمدی داره؟ راگبی اصلا بله آها عجیبه. بسیار عجیبه.
راگبی یا فوتبال آمریکایی؟ فوتبال آمریکایی همون راگبیه. نه تو که داره خیلی بافسه. من هم فوتبال. ما یه دونه فوتبال ساکر آمریکایی داریم. یعنی چیز تو میگی سوپربال در واقع؟ خیلی. فوتبال آمریکایی؟ امریکن فوتبال. ما یه دونه ساکر داریم، یه دونه فوتبال داریم. آفرین. دیدم چوگان داریم. میدونستین چوگان برای چه کشوریه؟ بله. نه آمریکا. برای ایران. تو در تاریخ چوگان به نام آها، ایران ثبت شد. یه چیزی رو شنیدین که فوتبال رو با کله آدمو بازی می‌کردن؟ نه. نه جدی تو نه. شنیدین؟ بله تو انگلیس. آره مثلا با سر آدم. بعد خب خیلی بده که مثلا تو کسای سر ایشون شما نگاه کنید با اصلا نمیشه بازی. مثلا امیر راگبی خوب بوده سرش. سر پردرآمدی داره. به نظر سرت خیلی سره. به نظر من فوتبالیست‌ها حقشون نیست. چیزی بودن دیگه سرشون رو می‌زدن که سرشونو بذارن. که توپ بشه. که توپ شد دیگه. که سرشون. ولی حالا یه مثال بهتر. چرا من اسم میگم؟ یارو سرشو گذاشته که بقیه بتونن. تو به نظر حقشون فوتبالیست‌ها بگیرن. نه. بازیگرا چی؟ نه اینقدر. آقا به نظر شما بازیگرا باید درآمد بیشتری داشته باشن یا فوتبالیست‌ها؟ تو ایران، تو جهان. تو ایران. آره تو ایران. تو ایران بازی. حالا یه سوال بپرسم. ولی جواب بده اول چی میشه؟ تو چی گفتی؟ نه یه سوال برام پیش آقا تو جواب اینو بده بعد سوال. به نظرتون کشتی باید بیشتر کشتی باید بیشتر درآمد داشته باشه؟ خب حالا من سوالی بپرسم. خب بذار بپرسم. به نظر تو بازیگرا باید درآمد بیشتری داشته باشن یا فوتبالیست‌ها؟ من به نظر من یه سوالی برام سوال بپرسم. به نظر شما این واقعا چیزه یه فوتبالیست درآمدش وقتی انقدر بالا باشه دلیلی بر عدم تامین کردنش نیست؟ بدون زحمت داره پولی درآمد میگیره چرا تامین نمیشه؟ به نظر من اگر فوتبالیست بودم حتی حاضر بودم رو نیمکتم بشینم ولی این پولا رو به من برسه. تو آرزو داشتی من آره. اصلا من بازی ندارم. آره اصلا میام رفیقام تمرین میکنم، میام استادیوم میبینم قشنگ تو زمستون پتو میندازی یه اینسان میذاریم فوق العاده فهمیدم. نه این سینا چیزو میگم کلیپسولند و کلاهبردار. آقا یه چیزی ولی من به نظرم فوتبال ما اصلا مسخره بازی. اصلا چی این فوتبال؟ تمام تنم داره میره. به نظرم فوتبال رو جمع کنن بره. من به نظرم هر چیزی که باعث میشه یه نفر به یه درآمدی برسه که حقش نیست باید همه تحریمش کنن. خب به نظرم کاری به فوتبال هم نداره. ما به نظرم کشورم اصلا برای همین تحریم. یکی از یعنی آمریکایی‌ها اینو بلدن. 90% من به نظرم موضوع امروزمون به قهقرا رفت. ما هم وقت خودمون میشه این هم وقت مخاطبا اصلا مگه قرار ما داریم گرم میشیم دیگه. من میگم کل ما الان چقدر ضبط کردیم 17 دقیقه. این قسمت رو بذار که من میگم آقا یعنی چیز من میگم آقا ما 17 دقیقه ضبط کردیم ولی سر جمع 1 دقیقهش مفیده. بعد اون 1 دقیقه رو سر خودت خب 1 دقیقه مفیدشو بگید کجاش رو بگید. مثلا جایی که میگفتم کثافت این فوتبال شما خندید. آره آقا یه سوال. آره خودتو بذار جای یه فوتبالیست. خب اگه احساس کنی داری یه پول خوبی میگیری ولی ارزشی خلق نمی‌کنی میمونی تو اون کاره. ما شاید فوتبالیست اگر باشم نه اصلا هر چیزی هر کاری داری. بکنی من اینجایی که هستم شرکت اداره است هر چی هیچ فایده‌ای واقعا ندارم اونقدر که باید فایده ولی دارم یه پول خوبی میگیرم میمونی. شاید بیشتر از 6 ماه نمونه دیگه کم فروشی منظورته؟ نه تو نمیخوای کم بفروشی. آقا تو رفتی یه جایی خب گفتن داداش مثلا تو بشین اینجا این کارو انجام بده انقدر بگیر. تو یه 2 ماه میگذره میبینی که مثلا چرا اصلا این کارو چه فایده‌ای داره مثلا چه تأثیری الان دارم میذارم مثلا تو این شرکت تو این کسب و کار هر جا براش داری پولم میگیری یا ما این کار نمی‌کنیم. من این کارو نکنم نمیمونم. آفرین. ولی تو اینجوری نیست. ببین آخه میگن اگه میخوای یکی رو بدبخت کنی بهش کار نده با پول زیاد 2-3 ماه این کارو باهاش بکن. چی کار کنی؟ بهش کار یعنی نده. صبح بیاد بشینه اینجوری رو صندلی مثلا جلوی نگاه کنه بعد مثلا ما 150 میلیون بهش بی نیازش کنه. بدبختش کرده تو دنیای کسب و کار. آره. یه سری از مدیرا مثلا یهو مثلا با یک مثلا فکر کن تو یه مدیر داره واسه حال نمیکنه میخواد بیچارهت کنه
مثلا 3 ماه میگی داداش ایول اینا حقوقت هم 2 برابر، کارم خیلی بهت نمیده. به حالا میخوام ببین چه بلایی سرت میاد. چه بلایی سرت دیگه حاضر نیستی واسه پول کار، چون جاهای دیگه که بهت اینجوری حقوق نمیدن. چقدر عجیب. ارزش پول از دست میره. پول بیارزش. من حاضرم. آقا. 6 ماه میگیرم. بعد یه سوالی میخوام بپرسم. ربطی هم به بحثمون نداره. آفر بپرسم این چیزی تو در بیاریم که از 20 دقیقه در شما برو دارم راحت شما و تو مرسی درست. خط قرمز داریم تو زندگیاتون؟ من فکر میکردم دارم، من هفته قبل چیزی دیدم خیلی ناراحت شدم. یعنی بیشتر بازش میکنی برام؟ خیلی بازش. مرسی که باشه. فهمیدم که تقریبا شاید 1-2 تا موضوعه که حاضر نیستم تحت هیچ شرایطی خط قرمزم رو رد کنم. برای موارد احتمالاً مثال مثلا اینکه مثلا من همیشه فکر میکردم که طرفدار عدالتم و هیچ وقت نمیذارم هیچ جایی ظلمی به هیچ کس بشه. ولی اگر بخوایم تواناییش بعد فهمیدم اگه یه جایی ضعیف باشم و مثلا نیاز داشته باشم که اونجا بمونم یا بترسم از اینکه حاضر ظلم کنم، حاضرم ببینم ظلم. خیلی سوال عمیقی ها اینکه آقا میدونی تو به سخن کاربر سخنرانی نیست، به عمل کار براید که به سخنرانی نیست، به عمل کار براید به سخنرانی چنان نیست. یعنی ما تو حرف ممکنه 200 تا خط قرمز داشته باشیم ولی تو شرایط همه اینا ممکنه از بین بره و قطعا از بین میره. حالا تو سینما میدونی چه کسی اینو خیلی قشنگ به تصویر کشیده؟ آقای کوبریک، استنلی کوبریک اینو کاملا، یعنی تو بیشتر فیلماش اینو بیان میکنه و نشون میده که آقا توی شرایط از هر آدمی هر کاری برمیاد و فکر میکنم صرف حالا متمدن بودنمونه که تو شرایط عادی ما یه سری کارا رو نمی‌کنیم، حالا بهش میگیم چارچوب، ولی شاید تو شرایط همون چیزایی که با قطعیت نمی‌کنیم انجام بدیم. یعنی الان خیلی بده ممکنه تویی که میگه آقا من ظلم نمی‌کنم آزارم به کسی نرسه شاید توی جنگ آدم بکشی و حتی اصلا ناراحت نشی چون برای بقات بوده، یعنی چیز کاملا خط قرمز وجود نداره. خیلی بده دیگه. آخه من میگم آدمای بزرگ دارن. مثال میزنی؟ ببین مثلا قبل چیزی آقای فردی دیالوگ میگه توی فیلم جدایی فروشنده جدایی نادر فروشنده آقای شهاب حسینی یارو بهش میگه که یکی از شاگرداش میگه مردم آدما چجوری گاو میشن، میگه به آروم. من حتی میگم خیلی مهم آدما چجوری گاو میشن به آروم. من حتی میگم انقدر مثلا قضیه چیز نیست، مثلا آدم کشتن هم حتی نیست. تو ظرف یه سال به خودت میبینی همه اون کارهایی که سال قبل میگفتی خط قرمزمو داره انجام میده. خیلی بد. خیلی عجیبه. چیکار کنم؟ نه ولی به نظرم مسئله همینجاست. یعنی مثلا فرهنگ خط قرمز. اصلا برندام همینو میگن برندا چیزه. برند مجموعه کارهایی که تو نمی‌کنی، نه مجموعه کارهایی که می‌کنی. بعد نگاه کنیم خیلی یعنی چی مجبور مثلا تو پوکر خب شما یه دستی رو میتونی بری داخل بازی ولی خود پوکر بازا میگن که فولد به من این تو اون بازی، یعنی من نمیخوام ادامه بدم اون بازی رو، میگن فولد زیبا خیلی بهتر از وارد شدن تو اون بازیه. تو با فولد دادن هیچ کاری نمیکنی، از بازی خارج میشی. کامل باز شد برام. اصلا من آدم خط قرمز رو بستی. آفرین. فقط یه خط ربطی به این بده. من چه میسنجم یه کاری نکردن گاهی وقتا بهتر از انجام دادن اون کاره. ممنونم از من گفتی؟ من ولی بالاخره هر کسی خط اون ظرفی که آب ریخته توش میتونه آقا برند و کاراکتر و شخصیت نتیجه کاری که تو نمی‌کنی. خب آفرین دیگه فول یعنی کاری انجام نمیدی دیگه. آره حالا کاراکتر بنظرم خیلی ربطی نداره. چرا؟ ولی من میگم مثلا من خودم نسبت به پرسونال برندینگ خیلی خوبه. من نگاه میکنم واقعا خودمو میگم بقیه نمیدونم شما خیلی نگران خودم میشم به خاطر اینکه اصلا بعد یه جاهای انگار گم میکنی. مثلا من چه هدفهایی داشتم، چه کارهایی قرار بود نکنم هیچ وقت، مثلا چه چیزایی هم میگفتم من که عمرن دیگه این کارو نمیکنم.
من عمرم مثلا یکی بهم حرف زور بزنه و غیر منطقی باشه چشم بهش نمیدم. و مثلا میبینی تو یک سال گذشته حداقل مثلا 40 بار مثلا با آدم‌های مختلفی که حرف زور می‌زدم به خاطر نیاز و احتیاج چشم. ببین می‌دونی من خودم یکی از چیزایی که این مسئله تو زندگی یعنی نمودش تو زندگی برای من چجوری بوده، هیچ وقت راجع به هیچ چیز قطعی صحبت نکردم با آدم‌ها. خیلی قشنگه که مثلا میگم فلانی خیلی آدم خوبیه، نه فلانی تو اون شرایط بسته به اون نیازی که خودش داره تو اون رابطه برای تو داره نقش یه آدم خوبو بازی میکنه. به نظر من آدم خوب و بد وجود نداره. آدم گویی خیلی انتظار ما نسبت به اون آدم رو برای ما خوب میکنه یا بد میکنه. به نظر من شما همیشه انتظارت از طرف بیاد پایین تا اینکه دستش ناراحت بشه. خب این چه رفتی به آدم خوب و بدش؟ الان هیتلر آدم بدی یا خوبیه؟ ما نمیتونیم قضاوت کنیم. ببین واقعا نمیشه قضاوت کرد. واقعا نمیشه. خب نه چرا مثلا خب باشه آدم بدی یا خوبیه؟ اون که مشخصه. بله. خب چون انتظار اونا داشت زیاد بوده. خیلی. آقا همین رسن یه جاهایی مثلا سکوت کردن تو هم رو پرسونال برند تاثیر داره هم رو بحث. شما دارید یک سری آدم معلوم الحال رو مثال میزنید. من دارم راجع به آدمای نزدیک زندگیتون میگم. آقا اصلا همه آدما بنده اگه انتظارم از شما بیارم پایین هیچ وقت با هم به مشکل هیچ وقت چه می‌خوریم؟ با هم به مشکل. آقا حالا این چرا تو خوب و بد بودن داره؟ ما میگیم آدم، ما نمیگیم مشکل بخور، میگیم الان همه آدم خوبه یا نه؟ خدا بعد انتظار که داره. بله قطعا. منم میگم آدم خوب وجود نداره. ولی اگر که انتظارم ازش ببرم بالا، یه کار کوچیکی بکنه، از دستش ناراحت میشم و میگم این امین اصلا آدم درسته. خب در رابطه با تو آدم خوبی نیستم. باز ممکنه برای این آدم. من یه کتابی هست میگه چرا آدم‌ها خوب کارهای بد میکنن. آفرین. نه جدی. منم جدی دارم میگم. خب تو انتظار انقدر اون آدم گنده شده برات انتظار داری که اون هیچ کار بدی نکنه یا خود اون آدم. آفرین من میگم طرفو گنده نکن دیگه که برات اگه کار بدی کنه. اصلا بحث گندگی نیستش. من میگم آقا همه آدما بدن. تو شرایط شاید اوکی باشن خوب باشن. شبیه فیلسوف فرانسوی یا ایتالیایی. ولی همه آدما بدن. فقط همینشه برای از اون فیلسوفه یه بازم بلد. من اون تیکه‌شو دیدم. من اصلا این فیلسوفا نمیدونم. من یعنی تو داری افکارت شده مثل اون فیلسوف. نه من افکاری که خودم ندارم. نه میگم ذهن منه. آها اوکی. بله. ما هم بدونیم مثل کامپیوتریم دیگه. خامه ایتا اومده. حالا مثلا بیشتر مثلا یکی کورای تیری، یکی کورای 5، یکی 7، یکی رمش بالاست گرافیکش باشه. شما مثلا اون رم چنده؟ ما فکر می‌کنم 32 هست. ای کاش خط قرمزمون رو خودمون تعیین کنیم قبل از اینکه برامون اون ذات هستی که بچه بود میگم بهتره یه تکونی به خودتون بدین تا خدا تکونتون بده. ولی حیف بعد دیگه خط قرمز نداریم دیگه. مثلا همه آدمای گنده دنیا که نگاه می‌کنی یه جا پای یه چیزی تا سرحد مرگ وایسادن، کار ندارن فارغ از عقیده‌شون. یعنی مثلا درست و غلطشون کار ندارن. مثلا هیتلر آدم بزرگیه، لنین آدم بزرگیه، مثلا گاندی هم آدم بزرگیه، کار ندارن تو کدوم سمت تاریخ بودن ولی پای حرفشون وایسادن تا یه خط قرمزی داشتن. آره خیلی به نظرم مثلا من آدمی که مخالفم باشه و خط قرمز داشته باشه رو بیشتر میپسندم تا آدمی که همراهم ولی خط قرمز نداره. شما بگید وارد دنیای مدو خط قرمز شما چیه؟ مثلا ببین البته دزدی کردن باور کن ولی خب سنم خیلی کم بوده. نه من نکردم اون کارو. آقا بچگی دزدی همه میکنن. من 6-7 سالم بود رفتیم مشهد و دوست بابام یه دونه مغازه عطاری و این چیزا خالی کرد. من یه دونه تمرندی یادمه پیچوندم و واقعا دزدی کردم. یعنی من حس میکردم که به بابام میگم برام بخر نمیخره و من دزدی کردم و خیلی جالبه تو ماشین نتونستم طاقت بیارم به بابام گفتم و بابام رفت نه هیچی هم بهم نگفت. رفت نداد. نه هیچ وقت بابام بیاته. خدا برات نگرد. رفت پولو داد به همون به زور داد پول. که آقا یه بچه اگه یادتون باشه یه بارم قالپاق دزدیدیم. تو بودی قالپاق دزدیدیم؟ من چرا؟
نه تو نبودی. قالپاق دزدیدیم ولی زیر یه دقیقه دوباره بعد بردیم گذاشتیم شما قالپاق امانت گرفتید. آره می‌خواست یه جای و بیشترین استرسی که تو زندگی من برای دوستی کشیدم خیلی سیف شب باور داشت دست و پامو می‌لرزید ما قالپاق می‌خواستیم برداریم. ولی میدونی که ببین این لول داره دیگه. شما بار اول با تمبر هندی بعد با قالپاق نه تموم شد دیگه. قالپاق از 13 سال پیشه. وقتش ریخت. حالا ولی جدی دزدی توی کودکی علاوه روانشناسی کلی چیز داره. یعنی مثلا بالا جدا از خانواده نه یا به یه سری هیجانات مربوط میشه. یعنی صرفا کسی که تو بچگی ولی ببین اصلا واقعیت یه چیزیه که ذهن انسان هیچ حد و مرزی نداره و تو ذهنت ممکنه خیلی چیزا رو تصور کنی. یعنی ممکنه اینجا خشمگین بشی و به کشتن آدمو فکر کنی. برای من تو ترافیک خیلی پیش اومد. میگم اگه من شاتگان داشتم همه اینا که لاین کنار میومدن رو میزدم. ممکنه رئیس تو یه حرفی به تو بزنه تو هیچ جوره هضمش نکنی دلت بخواد همون وقت کیبورد رو بزنی تو سرش. ما تو ذهنمون همه این تصویرا رو داریم. ولی خب شاید همون متمدن بودنه و شرایط عادیه باعث بشه که ما اون کارا رو انجام ندیم. طبق روال همیشگی لطفا ما رو سابسکرایب نکنید، لایک نکنید، دنبال نکنید، برای دوستاتون نفرستید. من یه نکته اگه میشه بگم مثلا ممکنه بعضی به اشتباه مثلا دستش بخوره لایک بکنه. مثلا خدایی نکنه مثلا سابسکرایب کرد. آره این متوجه شدیم بردارید. آن سابسکرایب کنید. ما نمیخوام ما قرار گذاشتیم تا آخرین لحظه صفر. الان یکی البته من سابسکرایب کردم خودم. شما رو نه ما سه تا بکنیم دیگه. خودمون که 3 بمونه. یعنی 3 رو رد نکنید. دستتون درد. حالا اگر ما نگیم من فکر نمی‌کنم خیلی تکون بخوره. نه خیلی